باید اتحاد کنیم، باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر را بگیریم. التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. بس بودگیست ترسویی درویگی. فیک اصلا من فیک ها را انسان نمیحسابم. اگرچند بعضیشون خودشون دانشمندن، بعضیشون آنچنان از حدیث و قصه و آیه ها روایت ها میآورند که دیگر زبان لال میگردد نزدیکشون چیزی گفتن. ولی شما فراموش نکنید که شبکه مجازی هم این روی شما است. بس بودگیست. پس آنهایی که کمک ایزد امان رو گرفتید، من برای شما توصیه میدم فیک نشوید، نترسید، در نزد خداوند یک بار خودتان رو مرد احساس کنید تا بگویید که با سیاست دولت کار نشوید، تا برای خودتان اهل عائلتان زیان آورید. تنها برآمده بگوید که من در آن همین لحظه مشکلات زندگی هم که نان خوردن نداشتم از ایزد امان کمک گرفتم. کسی دیگره که اگر مرده نزدیکش در روسیه به قدر و به کس و به صاحب بود و ایزد امان کوشش کرده مرده برادری او را، پدری او را، دادری او را، خواهری او را به وطنش باز پس گردانید، بگوید که بجز ایزد امان در روسیه من دیگر یک برادری کمک رسانی نداشتم که مرده فلان یک خیشم را به وطن باز پس بگردانم. شما به مثل یک دل خرگوش، دل زرگوش بر این جرأت ندارید. به ماسک، نقاب را نپوشیده، آشکارا حق خود را طلب کرده نمیتوانید. چرا از دیگران طلب میکنید؟ صفحه های خودتان خالی است. حتی یک الحمدلله نوشتن برایتان عیب نیست، چون که میترسید. حق ایزد امان اون طرف از حق خودتان دفاع کردن میترسید شما. لیکن طلب کردن این نکنو از دیگران تو گپ زن. آخر من الحمدلله چیزی گفتم میتوانم، ولی وقتی که آگاه نیستم که چی گپ است اینجا، ناآگاهانه چیزی رو گفتن مگر از روی عدل و انصاف است شود. ولی اگر مرد هستید در برابر اون همه دعواگران شما از خوبیش بگویید. کدام از خوبیش رو به یادتان آورید؟ تا حالا من تمام شبکه‌های اجتماعی رو تماشا کردم، بعضی‌ها پشت نوار گپ میزنن. چرا میترسید؟ در روسیه کدومی که هستن در همین شرایط وزنی که ایزد اما به شما کمک کرد، امروز شما میترسید که بگویید که من به کارش کار ندارم، کی رو فریب کار نکرد نمیدونم، ولی شخصا برای من انا همین خوبی را کرده است. ایزد امان انسانی خوب است. من یک شهروند عادی ام، نه حقوق شناسم، نه کارمند یگم تشکیلات بین المللی ام و شرایطی بود و باشت ما را هم شما خوب بگمانم میدانید. ولی همانا این گپ تا به درجه دوام داده ایستادن که دیگر در زیر هر یک نوار، هر یک مواد نوبسته به موضوع این فیکا پافشاری به اون دارن که چیزی بگویم. خب امروز اکنون من یک جایی به همه شما جواب میدم. با اونه که شما ما رو به یک ورطه تله دادنی هستید،